برادران گرامی، امروز وابسته به موضوع صحبت خواهیم داشت که به حیات همه روزه هر یک شخص مسلمان ارتباط مستقیم دارد. موضوع ما احترام همدیگری از نگاه اسلام می باشد. تعلیمات دین مبین اسلام تنها به عملهای عبادتی محدود نمی شود. بعضی انسان‌ها از دین تنها نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفتن را می‌دانند و تمام. درست است که این یکی از شاخه‌ها، یکی از راه‌های رسیدن به پروردگار جل و علا است. و دین هم با همین عبادت‌ها تنها چی نمی‌شود؟ محدود نمی‌شود. در دین ما معامله خوش، صحبت نیک داشتن تا حتی تبسم کردن هم عبادت است. چنانه که در حدیث صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است، می‌فرمایند التبسم فی وجه اخیک صدقه. در ملاقات با یک برادر مسلمان چهره گشاد کردن و با تبسم صحبت کردن، این برای تو عبادت است، برای تو صدقه و نیکی است. بلکه آداب و اخلاق نیک، حسن معاشرت و احترام همدیگری در جامعه در سرخط تعلیمات دین ما قرار دارد. ادب و اخلاق خوب در اسلام وظیفه هر یک مسلمان است، زیرا آن به طور عمیق به تحکیم محیط سالم و آسایشته در جامعه کمک می‌رساند. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیثشان فرمودند: عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق رواه البیهقی. پیامبر محبوبمان فرمودند در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، فرمودند که من برای بهتر کردن اخلاق فرستاده شدم، برای کمال رسانیدن اخلاق فرستاده شدم و رسالت من هم همین است. از این رو احترام، صمیمیت، مهربانی و احتیاطکار بودن در رفتار و گفتار در اسلام ارزش‌های اساسی میباشند که باید هر مسلمان آنها را در زندگی خود عملی سازد. ادب خوب نتیجه نه تنها انسان را به خداوند جل و علا نزدیک میکند، بلکه مناسبت بین آدمان را هم گرم و زیچ و مستحکم مینماید. در آثار گذشتگان ما هم موضوع ادب و احترام همدیگری موقع مرکزی دارد. مثلا در مثنوی مولانا جلال الدین بلخی در موضوع ادب خیر و زیاد اشاره‌های جالب و عبرت بخش آمده است. شرایط امروزه تقاضا میکند که اندیشه های مولانا را درک کنیم و به معنایش سرفهم برویم و آن را سرمشق زندگی خود قرار بدهیم. در بیتش میفرماید: از خدا جویم توفیق ادب. یعنی ادب در یک حدیث زیبای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که پیامبر محبوبمان فرمود خداوند جل و علا در اول حدیث چنین آمده است: اخلاق هم رزق است. اخلاق هم رزق است. خداوند جل و علا چنانی که بین شما نعمت‌ها را، ثروت‌ها را تقسیم کرده است، رزق و روزی شما را تقسیم کرده است، اخلاق هم رزق است، در بین شما همان را تقسیم کرده است. پس هر کسی که ادب و اخلاق نیک دارد، اخلاق حمیده دارد، او در حقیقت ثروتمند است. مولانا میگوید: از خدا جویم توفیق ادب، به ادب محروم گشت از لطف رب. به ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مولانا تأکید میکند که ادب و احترام در رفتار و گفتار اساس موفقیت و برکت در زندگی است. در حقیقت و به ادبی تنها انسانها را از رحمت پروردگار جل و علا دور میکند و محروم میگرداند. در تاریخ و فرهنگ اسلامی ادب نه تنها نسبت به خدا، بلکه نسبت به پیامبر، والدین و تمام خلق مهم دانسته شده است. در ادامه همین مقدمه مولانا همچون دلیل عاقبت بی‌ادبی را در مثال قصه حضرت موسی علیه السلام که در قرآن ذکر شده است، قصه حضرت موسی علیه السلام و قومش به یاد می‌آورد. مولانا به یک واقعه تاریخی اشاره میکند. وقتی که قوم حضرت موسی علیه السلام نسبت به نعمتها به احترامی کردند
خداوند جل و علا نعمتها را از آنها گرفت. و سبب به احترامی آنها تمام همون جامعه همون عصر و جامعه همون زمان همه ضرر دیدند. میگوید مائده از آسمان در می رسید. ما میدونیم یکی از سوره های قرآن المائده. مائده چی معنا دارد؟ مائده دسترخوانی رو میگویند که گردی آن زیاد مردم میشینند. مائده از آسمان در می رسید به گفت و شنید. قوم حضرت موسی علیه السلام در بیابان ماندند و خداوند جل و علا به آنها من و سلوى، یعنی من به معنای شیرینی است و سلوى نوعی پرنده بدانه در خودمون بودنه میگه مشهور است فرستاد. یعنی خداوند به آنها شیرینی و پرنده ها گوشت ها فرستاد که بی زحمت و کوشش از آسمان به آنها میرسید. در میان قوم موسی چند کس به ادب گفتند که سیر و عدس، اما بعضی از قوم موسی علیه السلام شکرگزار نبودند. دسترخوان و نعمت‌های الهی از آسمان می آمد، آنها می‌خوردند گوشت و شیرینی ها رو می‌خوردند. میگفتند که از شیرینی و از گوشت زیاد نیست، اگه سبزی باشد، بادرینگ باشد، پیاز بخوریم اینقدر. ناشکری رو ببینید. خداوند جل و علا در قرآن سوره بقره آیت 61 که آیت دراز است قصه آنها رو میکند. من تاجیکیش و معنایش رو بر شما خواهم گفت. خداوند جل و علا میگوید و به یاد آورید زمانی رو که گفتند ای موسی ما هرگز تابی تحمل یک نوع غذا رو نداریم، یعنی ما هر روز نمیتونیم گوشت و شیرینی بخوریم. پس پروردگار خویش را بخوان تا از رویدنی های زمین، از سبزی و بادرینگ و گندم و نسک و پیاز برایمان بیارد. موسی علیه السلام گفت آیا چیزی را که پستر است با چیزی که بهتر جایگزین میکنه؟ نه چیزی که پایانتر است، سبزی و پیاز اینها پایانتر از گوشت و از میوه میسن، پایانتر از دسترخوان خداوند جل و علا میستن. گفت آیا چیزی را پستر است با چیزی که بهتر است جایگزین میکنید؟ به شهر فرود آیید، زیرا آنچی که خواستید در آنجا برایتان وجود دارد. بروید شهر زراعت کنید، پیاز بکارید، پیاز بخورید. و این چنین شد که مهر ذلت و بینوایی بر آنان زده شد و سزاوار خشم الله تعالی گردیدند، چرا که آنان به آیات الله تعالی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. خداوند جل و علا نعمت‌هایش را از آنها گرفت. با این مولانا تأکید میکند که بی‌ادبی نسبت به خدا و ناسپاسی میتواند انسان را به سختی‌ها گرفتار کند. مولانا در این بیت‌ها یک پیام مهمی را میرساند. احترام و ادب در مقابل خدا و نعمت‌های او سبب برکت و پیشرفت است، در حالی که بی‌ادبی و قدر ناشناسی و ناسپاسی انسان را به سختی‌ها و محرومیت دچار می‌سازد.